سلام عزیزی دلم، وقتتون بخیر باشه. خب اول از همه ما میخوایم یه دونه جای کلیدی خیلی کیوت درست کنیم که رنگی سفید هستش. طبق معمول من دستم رو با وازلین یا کرم مرطوب کننده چرب میکنم کامل. دستم رو کامل چرب کردم. حالا یه خمیری از قدیم که داشتم برمیدارم و کامل با دستم ورز میدم تا هر چی پرز داره دستم بگیره و کار اصلیم خراب نشه. چون سفید هم هست خیلی حساس، باید قشنگ دستمون تمیز و مرتب باشه. قبلش حتما باید دستامون رو بشوریم و بعدش این خمیر رو ورز بدیم. به این شکل کامل به دستمون میمالیم تا اوکی بشه. خب عزیزای دلم، ببینید وقتی که خمیر رو ما از یخچال در میاریم هم خیلی سفت است هم خیلی چسبنده است. گفتم بهتون که باید حتما دستتون رو با وازلین چرب کنید. ببخشید، با وازلین چرب کنید تا خمیر به دستتون نچسبه. بعد اینقدر ورزش میدیم تا از دما بیفته. این مدلی که من میخوام درست کنم یه خرگوش خیلی ناناس هستش که دستش یه دونه قلب داره. شما عزیزای دلم میتونید به عنوان آویز ماشین هم درست کنید یا سایز کوچیک‌ترش رو به عنوان اکسسوری و بدلیجات درست کنید. خب من کامل ورز دادم خمیرمو. اگه آشغال چیزی بهش چسبیده با دست برمیدارم که به خورد خمیرم نره و خمیرمون رو باید رنگ بزنیم. خمیر من باید رنگ سفید باشه چون سفارش مشتری رنگ سفید هستش. رنگ سفید وستام تموم شده. من از رنگ اکریلیک پارس شماره 150 استفاده می کنم. رنگ روغن باشه برای کار ما خیلی بهتره، این در جریانش باشید. ولی اگرم نبود این رنگای اکریلیک کارمون رو راه میندازه، پیگمنتش هم خوبه. و کامل شروع میکنم به ورز دادن خمیرم تا کاملا رنگ سفید به خورده خمیر بره. چرا میگم رنگ روغنی باید بگیریم؟ رنگ اکریلیک زیاد به کار ما نمیاد و کارمون رو راه میندازه، ولی خب همیشگی خوب نیست که بگیریم چون که خمیر ما سفته، یه بافت سفت و خشکی داره. بعد رنگ اکریلیک هم چون روغنی نیستش بافت خشکی داره. دو تا بافت خشک با هم زیاد جالب نمیشه و خمیرتون زود خشک میشه. ولی رنگ روغن وقتی اضافه میکنید به خمیرتون لطیف تر میشه، یه جورایی انگار کرم مرطوب کننده زدین بهش و خیلی بهتره. این از خمیر که بهتون گفتم حواستون باشه تا با امید خدا مابقی رو با هم درست کنیم. کامل از دلم که پرسیدن پخت خمیر چجوریه، توی آویز سیبیلو گذاشتم. توی آموزش ها ویدیوهای بلند نگاه کنید، آویز ماشین سیبیلو کامل گذاشتمش و با 2 قلم مواد بهتون یاد دادم که چجوری درست کنید و این فینگلیای ناز رو بسازید. خب من کاملا خمیرم رو ورز دادم به این شکل. حالا میریم سراغ خود خرگوشمون. من یه تیکه برمیدارم از خمیر دیگه میذارم توی پلاستیک فریزر. حتما پلاستیک فریزر بذارید چون که کارمون خیلی زود خشک میشه. یه مقدار دیگه من خمیرم ماساژ میدم، دستم با وازلین فینگلیم چرب میکنم. حتما از این تمیزی سطح کارتون و دستاتون مطمئن بشید بعد کارتون شروع کنید و یعنی کارتون پرز میگیره و جدا کردن پرز خیلی کار سختیه. کامل من ورزش دادم. حالا میخوام یه جورایی گردش کنم، حالت بدم بهش. دستام یه ذره چربه. خب ببینید خمیرمون اگه یه ذره ترک خورد اصلا هیچ مشکلی نداره، دوباره گفتم خرابش میکنید و مجدد میسازینش. خب خرگوشی که من دارم درست میکنم 4 تا دست و پای خیلی کوچولو گرد داره. پس من یه مقدار از خمیرم برمیدارم، به کمک 2 تا انگشتم گردش میکنم. یکی، این 2 تا. مقدار اندازه ها اگه مشکل داشت مجدد بسازید.
دستش یه مقدار کوچولوتر، این 3 تا و اینم 4 تا. حالا خرگوشی من 2 تا گوشم داره، که 2 تا گوش دراز خیلی گوگولی، نه خیلی دراز نه خیلی کوتاه، به این شکل. این 2 گوشش، اینم گوش دیگش، خب اندازه هم باشن. این بزرگتر شد، من پس یه مقدار کم میکنم از خمیرش و همین راحتی اندازه گیری میکنیم، میذاریم کنار هم ببینیم کدوم بهتره. این بهتر شد. آشغالم بهش چسبیده بود، بردارید مجدد با دستتون حالت بدید و همین راحتی. خب اینم از گوشای فینگیلی خرگوشمون. حالا میریم سراغ مابقی اجزا. خب ما چون جاکلیدی ست داریم میزنیم، یکی سفید است یکی صورتی و قلب اون صورتی سفیده، قلب سفید صورتیه، من نیاز دارم که رنگ جاکلیدی دومم هم درست کنم. یه مقدار رنگ قرمز وستا زدم و با همون خمیر سفیدی که اکریلیک پارس زده بودم قاطی کردم تا رنگ دلخواهم رو بهم بده. میخوام این صورتی خیلی کم حال پودری باشه. ببینید این عروسکمون چقدر گوگلیه. میخوام تقریبا رنگ این بشه، یه مقدار کم حال تر حتی، چون سفارش مشتری من رنگ کم حال هستش. دخترم پرز افتاده. خب این مدل رو من از پینترست داده بودم، یه خانومی برام بافت و اینم باب اسفنجیش که برای داداش جونمه، خیلی خوشگل و کیوت شد. خب خمیرم همون جوری شد که میخواستم رنگش و یه مقدار برمیدارم برای قلب تو دستش، مبقی رو میذارم توی پلاستیک فریزر. مصرخم صدام گرفته، ساعت 1:30 شبه. به این شکل خمیر رو کامل گرد میکنم با دست مثل همون دستاش و به کمک سوزن تهگیر وسطش رو چاک میدم تا شکل قلب بهم بده. با دست مرتبش میکنم. اینم از قلبش. حالا میریم سراغ چسبوندن اجزا. خب حالا من به کمک چسب چوب قراره تمام اجزا رو بچسبونم. چسب چوبمونم حتما گفتم برند شمال یا مشهد بد باشه که کارمون چیز نشه، اسمش چیه، کارمون زشت نشه، چون خمیر دیگه اگه بخوایم بزنیم، چسب دیگه بخوایم بزنیم، وقتی حتی چسب زیاد میزنید کارتون وقتی خشک میشه دورش انگار پلاستیکی میشه و خیلی جلوه بدی میده به کارتون. اول از همه 2 تا گوشاشو میچسبونم، با دستم فیکس میکنم به این شکل، سعی میکنم وسط بزنم یه مقدار اونورتر. خب این از گوشه خرگوشیم. میرم سراغ مابقی اجزا. اینجا دستشه، اینجا هم پاهاشه. خب دستاشو گفتم کوچیک‌تر میزنیم، اینجا قرار میگیره دستش، اینم دست دیگش. پاهاش هم که تقریبا نزدیک هم متصل میکنیم به این شکل. اینم از دست و پای گوگولیش. حالا قراره که ما قلب توی دستش رو که با جاکلیدی دیگهش 3 رو بزنیم، یعنی رنگ این که سفیده یه دونه قلب صورتی داره، قلب صورتی رنگ اون یکی جاکلیدیه، حالا جاکلیدی صورتیه قلب سفید داره، اینجوری با هم ست میشن. اینو میدم دستش. حالا خرگوشی ما 2 تا چشم سیاه هم داره که من 4 تا درست کردم چون 2 تا سفارش ست داشتم، تقریبا اندازه همن و به کمک چسب چوب قراره که چشماشو بزنم.
این یه چشش، اینم دومین چشش. خب عزیزای دلم، من خود جاکلیدی رو بدون هیچ حلقه‌ای وصل کردم، خیلی بهتر شد. وقتی کارمون خشک بشه کاملا سفت میشه و از جاش کنده نمیشه. اینم از جاکلیدی کیوت ما. حالا میریم صورتیشو درست کنیم. توی پارت بعدی و ویدیوی بعدی بهتون توضیح میدم. سلام عزیزای دلم، وقتتون بخیر باشه. قراره که یک جاکلیدی ست درست کنیم و من یک لنگش رو درست کردم، لنگ دیگهش مونده که صورتی هست و قلب دستش سفید هست. بریم ما هم درستش کنیم.